و دشمن خار بنامن محتاج نکند. جمله امتی محمدی کلمه‌گرا در پناه آفت‌های زمینی آسمانی نگاه جمعی خلق تاجیکستان هم عمر دراز فراز زبان سیر ارزانی آمون شده رود.
و زلخمار رئیس کمیسیون участки انتخاباتی رقم 9 امروز در участки ما از 1599 نفر آوازدهندگان 185 نفر آواز دادند که از آن جمله از 145 نفر آنهایی که بار اول آواز میدادند 8 نفر امروز آواز دادند تا اینجا. امروز مردم شریف پنجکه مردم محلی ما با یک روحیه بلند ادامه شکرگزاری از صلح و ثبات کشور بهر دادن آواز خود به نامزد ارزنده خود به участки انتخاباتی آمده آواز داده ایستادند. آن آوازدهندگانی که بار اول امروز در انتخابات اشتراک میکردند از طرف اعضایان کمیسی участки انتخاباتی با تحفه ها قدردانی کرده شده با یک خرسندی و با یک روحیه بالیده امروز این جوانان پیروان پیشوای ملت آواز خود را دادند. ما امید داریم که انتخابات امروزه در سطح بلند گذشته با یک شکوه و شهامت خاصه به اتمام میرسد. در جریان انتخابات پرزیدنت جمهوری تاجیکستان رابطه مسئولان حوزه انتخاباتی پنجگین رقم 3 با کارمندان участک‌های انتخاباتی خوب جریان داشت و در ساعت‌های معین حسابات‌ها تحلیل کرده می‌شدند. من عبودова مقدم رئیس کمیسیون حوزه پنجگین 3 اوید به انتخابات پرزیدنت جمهوری تاجیکستان. بازی ساعت 11:30 مسئولین участک‌های انتخاباتی با کمیسیون حوزوی پنجگین 3 معلومات‌ها داده ایستادند، یعنی از طرف انتخاب کنندگان یگان خیلی قانونشکنی‌ها به قید گرفته نشده است. من باوری دارم که این معرکه سیاسی در سطح بلند می‌گذرد.